دوستای خوبم، وقت همگی بخیر. در خدمتتون هستم با بافت یه صندل خیلی جذاب و زیبا که با هم دیگه میخوایم ببافیم. با نام خدا شروع میکنم. وسایل مورد نیازمون یه دونه زیره صندل هستش. بچه این زیره های صندل اینا خودشون داخلشون کفی هستش، یعنی نیاز نیست دیگه کفی بذاریم. خب زیرهایی که کفی ندارن برای اونا کفی میذاریم. اینا دیگه خودشون کفی سرخود هستن که ما اندازه میزنیم، سوراخ میکنیم و دور تا دورشو بافت میزنیم و شروع میکنیم به بافتمون. برای این کارمون عرض کردم خدمتتون که نیاز هستش به زیره های صندل که اگه خودشون کفی داشته باشن که خیلی بهتره. بعد نیاز داریم به نخ کتانه بدون موم یا نخ تک سوزنه که از هر کدومش که خوشتون بیاد میتونید تهیه کنید و ببافید. خانم شخمگر دارن و اینکه نخهای نیم سوزنه فکر کنم فقط خانم تهرانی داشته باشن از این نخها، حالا نمیدونم جای دیگه هم اگه داشته باشن. نخهای نیم سوزنه هم هستش که کارو ظریف‌تر میکنه. خیلی خوب، قلاب، درفش و متر برای اندازه کردن. خیلی خوب، چجوری اندازه میکنیم؟ به این صورت که دیگه من اینو بچه‌ها دورشو بافتم، میتونید از روی بقیه کارا نگاه کنید و دورشو یاد بگیرید که به چه صورت هستش. میذاریم، اندازه میگیریم. با هر نخی که میخواید ببافید خب اندازه ها 1 سانت باشه. 1 سانت علامت میزنیم. 1 سانت علامت میزنیم به این صورت. خب یعنی میذاریم اینجا متر رو، علامتمون رو میزنیم به این صورت. خب و بعد با درفش سوراخش میکنیم. با درفش از این ور سوراخ میکنیم که به این حالت زیره و کفی با هم سوراخ بشه. بعد داخل هر سوراخ اینجا نگاه کنید، من 2 تا زدم، داخل هر سوراخ 2 تا پایه زدم، مگه اینکه جایی هستش که حالا فعلا پیش نیومده. آره جایی هستش که من احساس کردم کار داره کش میاد. 3 تا زدم، 2 تا 3 تا زدم، 2 تا بعد یه دونه 3 تا زدم. هر جا که حس کردین نختون داره کش میاد میتونید 3 تا پایه بزنید. خب پایه هامونو میزنیم دور تا دور. گفتم بهتون 1 سانت سوراخ، 1 سانت اندازه میزنیم، با درفش سوراخ میکنیم و بعد داخل هر پایه 2 تا پایه کوتاه میبافیم. اگه دیدین کارتون داره کش میاد 3 تا پایه بزنید. بعد چیکار میکنیم؟ دور تا دورشو روی تمام این پایه ها یه پایه کوتاه میزنیم به این صورت. فرقی هم نمیکنه از هر کجا که میخواید بزنید. من از اینجا میزنم، نخو میگیرم، زنجیر میزنم و روی هر پایه یه دونه پایه کوتاه میزنم به این صورت. روی هر پایه یه پایه کوتاه. خب پایه کوتاهاتون رو دور تا دور بزنین، نخو قیچی کنین که بگم بهتون چیکار کنین. خب دور تا دور که پایه کوتاهاتون رو زدین، میاییم از اینجا برای پایی که میخواید ببافید یه اندازه میزنیم. ببین بچه ها، من این زیرم به این صورت هستش که طرف شستش یه خورده بلندتره، درسته؟ خب اگه بخوام من نوک پا رو در نظر بگیرم باید بیام از اینجا در نظر بگیرم به این اندازه. خب با شما پایی که میخواید براش ببافید حتما ببینید، حتما اینجا رو، یعنی این قسمت پا رو اندازه بزنید که میخواید چه مقدار از انگشتا بیرون باشه. این 3 سانته. خب ببینید اگه من اینجا 3 سانت اندازه بزنم به چه صورت میشه؟ خب 3 سانت کم میشه، پس من 3.5 در نظر میگیرم به این صورت.
اینجا یه دونه مارک میزنم. خب روبروشم این طرف یه دونه مارک میزنم. خب ببینید کار به این صورت. شروع میکنیم به بافت. ببین بچه‌ها من تعداد زنجیره میگم بهتون، ولی باز بزرگی و کوچیک و تعداد زیاد و کمی زنجیرها بستگی به شما داره. برای سایز 39 برای روی پا تقریبا 23 تا زنجیره لازم داریم. برای سایز 38 22 تا زنجیره، سایز 37 21 تا زنجیره. زنجیره ها بستگی به شلی، سفتی، ضخامت نختون، ضخامت قلابتون و همه اینا بستگی داره. میایم اینجا، از داخل زیر شروع میکنیم. بذارید من یه زنجیره بزنم اول ابتدای کار. خب نخمو میگیرم میارم و شروع میکنم به زنجیره زدن. 1 2 3 4 5 6 7 8. تعداد زنجیراتونو بزنید. برای من سایز 39 هستش، من 23 تا زنجیره میزنم. خب زنجیرهامون رو زدیم تعدادی که لازم بود. جایی که مارک کردیم و مارکش رو برمیداریم. ببینید به چه صورت میام پای کوتاه میزنم. قلاب از بیرون میارم داخل، نخو میگیرم میارم و یه دونه پایه کوتاه میزنم. پایه بعدی یه پایه کوتاه. خب میام داخل کار و شروع میکنم به پایه کوتاه زدن. ببینید یه دونه پایه کوتاه زدم، وصل کردم و یه دونه پایه کوتاه دیگه زدم. درسته؟ میایم دقیقا از همین دونه‌ای که اینجا این کنار هستش شروع میکنیم روی همه پایه ها یه دونه پایه کوتاه زدن، یه پایه کوتاه زدن. پایه ها رو نه خیلی سفت بزنید نه خیلی شل بزنید. به این صورت روی تمام پایه ها یه دونه پایه کوتاه بزنید. تا میرسیم به انتهای کار، به این طرف کار. پایه هاتون رو بزنید بیاین برسیم به اینجا. خب پایه هامون رو زدیم رسیدیم به این سمت کار. ببینید میام روی اولین پایه‌ای که اینجا هست یه دونه پایه کوتاه میزنم. میام رو پایه بعدی یه پایه کوتاه. کارو برمیگردونم. خب کاری به این پایه کوتاه اینجا ندارم. میام روی خود بافت. ببینید چیکار میکنم. قلاب میره داخل، یه پایه کوتاه میزنم. درست شد؟ دوباره همون جایی که بافت زدم قلاب میره داخل، نخ میگیرم، نمیبافم. میرم داخل پایه بعدی، نخ میگیرم و 3 تا پایه رو یکی میکنم. به چه صورت؟ داخل این پایه‌ای که بافت خورده میرم، نخ میگیرم، وارد پایه بعدی میشم، نخ میگیرم، میشه 3 تا حلقه روی قلاب. 3 تا رو با هم یکی میکنم. دوباره وارد همون پایه‌ای میشم که بافتم، نخ میگیرم، وارد پایه بعدی میشم، یه نخ دیگه میگیرم و 3 تا پایه رو با هم یکی میکنم. بچه‌ها نه افزایش میدیم نه اینکه کم میکنیم، داریم یه مدل میدیم به بافتمون. خب از داخل پایه‌ای که بافت خورده یه دونه حلقه میگیرم، یه نخ میگیرم به این صورت. از پایه بعدی هم یه نخ میگیرم، بعد هر 3 تا رو با هم یکی میکنم تا انتها ادامه میدیم. بافت خیلی راحت و زیبایی هستش.
ببینید داخل این پایه‌ای که بافتیم وارد میشیم، یه نخ میگیریم، پایه بعدی وارد میشیم، یه نخ میگیریم، میشه 3 تا پایه. 3 تا رو با هم یکی میکنم. دوباره وارد میشم، پایه‌ای که بافت شده، پایه‌ای که بافته نشده و 3 تا حلقه رو یکی میکنم. نخ میگیرم، پایه بعدی نخ میگیرم، 3 تا رو با هم یکی میکنم. نخ میگیرم، پایه بعدی دوباره نخ میگیرم و 3 تا پایه رو یکی میکنم. خب تا انتهای کارمون به همین صورت ببافیم. خب ببینید رسیدیم به دونه آخر. دونه آخر رو دوباره توی پایه‌ای که بافت زدیم قلاب میره، نخو میگیره، وارد پایه‌ای میشیم که نبافتیم، قلاب میره، نخو میگیره، 3 تا پایه رو با هم یکی میکنیم. بعد میایم اینجا روی دیواره یه پای کوتاه و پایه بعد یه پای کوتاه، 2 تا پای کوتاه میزنیم به دیواره. کارو برمیگردونیم از همین دونه اول. ببینید اینجا این پایه رو رها میکنیم از پایه دوم. این پایه‌ای که حلقه داخلشه رها، از پایه بعدی یه پایه کوتاه میزنم. خب رو تمام پایه ها به این صورت یه دونه پایه کوتاه تا برسیم به انتهای کارمون. پایه کوتاهاتون رو بزنیم. میبینید بچه ها یه مدل بافت خیلی زیبایی میده بهمون. خب دونه های آخرم میبافیم، پایه کوتاهشون رو میزنیم. خب میایم اینجا روی دیواره. ببینید پایه اول یه دونه پایه کوتاه، پایه دوم یه پایه کوتاه دیگه. خب اینجا رو، اینی که توش این حلقه هستش، ببینید اینجا رها میکنیم، میایم روی پایه بعدی. 2 تا پایه کوتاه زدیم دیگه، درسته؟ پس یکی از پایه کوتاه ها رو که قلابمون داخلش رها میکنیم، میایم پایه کوتاه بعدی. ببینید اینجا یه دونه پایه کوتاه میزنیم به این صورت و ادامه بافتمون دوباره تو همون پایه‌ای که بافتیم قلاب میره، نخو میگیره، پایه بعدی نخ میگیره، 3 تا پایه یک. دوباره همین بافت رو ادامه میدیم. 4 الی 5 رج بچه ها این بافتتون رو ادامه بدیم به این صورت. یعنی بیاین برسیم به اینجا، 2 تا پایه کوتاه از دیواره بزنین، از پایه دوم شروع کنیم به بافت، برگشتمون پایه کوتاه، فقط پایه کوتاه ساده. بیاین برسیم به این طرف، دوباره 2 تا پایه کوتاه بزنین و این بافتی که الان داریم میبافیم و ادامه بدین. 4 الی 5 رج به همین صورت ببافین. خیلی خب من رج دوم رو بافتم، اومدم رسیدم به انتهای کار. 2 تا پایه کوتاه هم زدم. خواستم اینجا رو بگم بهتون بچه ها، اگه میبینید که از هر دو طرف وقتی روی پایه کوتاه دوم شروع میکنید به بافت کار داره براتون گشاد میشه، به این صورت ببافین. این 2 تا پایه کوتاهی که بافتین رو کلا رها کنین، بیاین ببینید کجا، ببینید این 2 تا پایه کوتاه هم 1 2 مشخصه، 1 2 درسته. بیاین از این پایه شروع کنیم به بافت، هم از این طرف هم از اون یک طرف. بیاین از این پایه شروع کنیم به بافت. پایه کوتاهتون رو بزنین که اون طرف هم بگم بهتون چیکار کنین.
اگه میبینید روی کار براتون گشاد میشه حتما این کارو بکنید، یعنی افزایش ندید. ولی اگه دیدید نه، اگه افزایش هم میدید براتون کافیه، افزایشتون رو انجام بدین. به هر حال گفتم که بگم اینم، حالا مثلا اومدیم و افزایش لازم نبود که دیگه نمونین تو کار. پای کوتاهتون رو ببافین.